صدها نفر روز 3 دکبر در گوشه‌های گوناگون تاجیکستان نتوانستند که پل‌های فرستاده‌ای نزدیکانشان را بگیرند. این وضع سبب نوبت طولانی در بانک‌ها شده است. ساکنان میگویند بیشتر پل‌ها را مهاجران به واسطه نظام‌های زلطه کرانه، بلیسکا، منیگرام و وسترن یونیون فرستادند. مقامات بانک‌های تاجیکستان میگویند این شبکه‌ها هنوز به مرکز ملی انتقال پول کشور همراه نشدند و مشتریان آنها امکان گرفتن پول‌های ارسال شده را ندارند. مرکز ملی انتقال پول در تاجیکستان که تمام درآمد و برآمد پول‌ها زیر نظارت بانک ملی صورت می‌گیرد، روز 3 دکبر به کار سر کرد. مسئولان بانک ملی یک روز پیش گفته بودند که تاکنون به این مرکز نظام‌های یونیستریم، کانتکت و وسترن یونیون پیوستند. روز سه‌شنبه در اداره وسترن یونیون در مسکو به رادیوی آزادی گفتند که آنها با سبب‌های وابسته از تاجیکستان انتقال پول را به کشور موقتاً قطع کردند، اما مسئله را شرح ندادند. در همین حال ساکنان به رادیوی آزادی از چند گوشه تاجیکستان عکس فرستادند که شماره زیادی مردم را در داخل بانک‌ها نشان می‌دهد. اکثر آنها میگویند برای گرفتن پول‌های فرستاده‌ای نزدیکانشان آمدند، ولی از سبب پیوست نبودن نظام‌های بین المللی انتقال پول به مرکز پروسسینگی تاجیکستان در حالت معلق ماندند. در شعبه خدمترسانی بانک اسخط گفتند که فعلا مبلغ‌های فرستاده را به واسطه نظام یونیستریم پرداخت می‌کنند. در بانک‌های اروند، سپیتامین بانک، کامرس بانک و بانک بین المللی تاجیکستان هم میگویند فقط نظام یونیستریم کار می‌کند. یک تغییرات نو این بود است که فرستادن پول از تاجیکستان به خارجه هم تقریبا غیر ممکن شده است. مسئولان سپیتامین بانک گفتند که نظام یونیستریم تنها برای گرفتن مبلغ انتقال شده فعال است و حالا از تاجیکستان به خارجه مبلغ نمیفرستند.